خیلی خب بریم برای تست استارت. تا از اون تمام شد و ما رفتیم یه دست نماز گرفتیم، اون نمازمون رو خوندیم، صداش بیفته که صدا استارت موتور رو بشنویم. برو بریم. یا خدا برو. راست. تست اول خیلی خوب، دور افتاد بالا، روشن شد بالا. مرسی از خانواده آقا قاسمی، احمد آقا، بچه ها کمک کردن. حالا تا مدار و ماژول اینا برسه که بتونیم اینو چیزش کنیم، اینو اتوماتش کنیم. بیا این فعلا چند تا لامپه، من برم فیوزم بزنم. اینم فیوز تموم. بریم ببینیم برق خونه رو هم جواب میده یا نه. خب یه مکانیزم خیلی ساده فعلا روشه، ولی آره کاربردی و خیلی خوب. خب رد نکنی اینها. این سیماشو میزنیم به پریز خونه و فرمایی. اینم خونه مردمه دیگه، نمیشه داخل خونه رو رفت گرفت. حیات خونه با تمام تشکیلاتش با این مکانیزم خیلی ساده. یک دونه موتور، هنوز جنراتورهای 220 مونده، بعد دینامای اولیه مونده، بعد چون مکانیزمش سیاله با سیال داره کار میکنه، یه خورده دل زدن هم داریم ما روی دور اینه. میزونش بکنم من. خیلی خدا رو شکر. حالا برم دستگاه رو خاموش کنم ببینیم چی میشه. تاریک شد. همه جا تاریک شد.